سلام بر شما. سلام، درود بر شما. کارشناسان وطنی و خارجی انتخابات پارلمانی سال 2020 را اولین انتخابات به شرکت حزب شما نامیدند. یک هم این حالت را بیانگر ثبات، پایان کشاکش‌ها و آغاز مرحله سازندگی نامیده است که تاجیکستان به آن نیاز دارد. نظر شما به این چه هست؟ نظر ما این است که این پایان همدیگر فهمی، وحدت و یک جامعه گوناگون‌اندیش است و آغاز رفتن کشور به سمت دیکتاتوری و یک حزبی و یک نفری. اظهارات پیمان ملی تاجیکستان که مردم به حزب سوسیال دموکرات رای بدهند واکنش‌های گوناگون به میان آورد، از جمله این را که حزب سوسیال دموکرات گویا از چنین حمایت ضرر می‌بیند تا آنکه فایده و منتقدان شما میگویند هدف صدا بلند کردن و یادرس کردن شما که رهبر پیمان هستید یعنی یادرس کردن خود است. شما در این باره چه نظر دارید؟ پاسخ شما اگر چه هست؟ اگر هدف ما یادرس کردن از خود می بود میتونستیم ما با بیانیه دیگر یعنی با بیانیه تحریم این انتخابات از خود درک بدیم. اما وقتی که ما این موضوع رو در پیمان ملی تاجیکستان خیلی طولانی بحث و بررسی کردیم، همه پهلوها را دیدیم. از اون جمله این هم پیش بینی میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص اون بخش ایدئولوژی و تبلیغاتیش این را همچون یک مشروعیت بخشیدن به انتخابات خود میدونند و کم نبودند در داخل پیمان کسانی هم که مخالف چنین موقع‌گیری ما بودند. از اون جمله خود من هم در ابتدا برام بودم که ما به این انتخابات هیچ توجه نکنیم و چون انتخابات شفاف و دموکراتیک نیست. اما بعد از اون که حزب سوسیال دموکرات وارد انتخابات شد و اون جسارت را کرد، اگرچه همه میدونیم هم ما هم حزب سوسیال دموکرات که این انتخابات شفاف نمیگذرد، ما این یک روزنه کوچک را خواستیم استفاده کنیم برای آنکه مردم را باز برگردونیم به این فکر که یگانه راه مصالحت آمیز تغییر وضعیت این باید که از طریق انتخابات ها باشد. اگرچه انتخابات ها غیر دموکراتیک و شفاف میگذرند، ما باید کمترین امکانیت را هم استفاده بریم. هدف دوم یا عامل دوم که ما چرا چنین تصمیم گرفتیم این پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات است که در چنین شرایط دشوار جرأت کردند، از خود جسارت نشان دادند و من فکر می‌کنم حیف می‌بود که اپوزیسیون خارج از این جسارت و از این شجاعت حزب سوسیال دموکرات پشتیبانی نمی‌کرد. بنابراین این تصمیم ما تصمیم آگاهانه بود و ما انتظار این گونه قضاوت و بهاداری را از طرف رقیبان خود داشتیم. ولی دیدیم که حزب سوسیال دموکرات هم خوب از این فاصله گرفت. ولی شما در یک صحبت در شهر ورشو در یک صحبت گفتید که خودتان مخالف آمدن هر گونه نظام دینی به قدرت هستید اسلامی، چون تاریخ نشان داد که به جای نرسیدند. چرا پس مثلا از حزب کلمه اسلامی را نبرداشتید و با نام مناسبی که هدف اصلی شما را انعکاس می‌کرد در تاجیکستان فعالیت نکردید؟ این سوال خیلی خوب است. بله واقعا من به این نظر هستم و اکثر رهبریت حزب هم به این نظر هستند که در یک حکومت تئوکراتی یا حکومت با نام اله یا از نام خدا به نفع ملت و کشور نیست و ما مناسب ترین ساخت جمعیتی و ساخت دولتداری در تاجیکستان را یک کشور دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی می‌دانیم. البته دنیوی با مفهوم غربی آن، نه به اون شکلی که در تاجیکستان را میخوان عملی کنند. اما چرا ما نام اسلام را از کلمه حزب یا از نام حزب برنداشتیم؟ چون یک زمینه تاریخی دارد. اگرچه شما میدونید و اکثر کارشناسان میدونند که من هنوز در داخل تاجیکستان طرفدار آن بودم که کلمه اسلام از نام حزب برداشته شود و خود استاد نوری هم رحمت الله علیه برای این فکر در آخرها راضی شدند. اما چون الان وقتی که ما در هجرت هستیم و دهها بچه‌های ما با همین نام زندانی شدن، بدون شرکت آنها تغییر دادن نام حزب، من فکر می‌کنم که یک کمی بی‌اعتنایی با اون بچه‌های هست که در زندان هستند و ما این موضوع را واگذاشتیم به مرحله‌های بعدی. شاید که در آینده چی در هجرت چی در بعد بازگشت به وطن ما سر این موضوع برگردیم و شاید که کلمه اسلام از نام حزب برداشته شود. منظور این بود که چرا در داخل این کارو نکرده تا این بلاهایی که حالا گفتید به سر اون بچه‌ها نیایند و زندانی نشوند یا کشته نشوند؟ دقیقاً ما این کار رو می‌خواستیم در انجمن حزب در سپتامبر 2015 این کار رو انجام بدهیم. حتی وقتی که من با مقامات رسمی کشور در ماه مارس 2015 بعد از انتخابات ملاقات داشتم،
اونها که شدیداً از نام اسلامی حزب ما میترسیدن، من گفتم ما دو کار را در انجمن سپتامبری 2015 انجام خواهیم داد. یک تغییر نام حزب است، دیگری از مقام رئیس حزب رفتن من که شما راحت‌تر باشه. اما بعدا دیدیم که آنها دقیقاً 5 روز یا یک هفته قبل از برگزاری انجمن ما چه مصیبت را به سر حزب آوردن و اونا نمیخواستن که حزب ما تغییر نام، تغییر برنامه کند و دقیقاً میخواستن که با همین نام حزب ما را ممنوع اعلام کنند. اما ببینید در ادامه سوال اول شما، در جهان کم نیستن احزابی که در نامشون کلمه های اشاره به دین هست. برای مثال در اروپا احزاب خریستین دموکراتی یا در جهان این گونه احزاب خیلی زیادن، اما هیچ کدام آنها سراغ ساختن یک دولت دینی نیستند. شما در یک سوال و جواب با کاربران در اینترنت از جمله در یوتیوب گفتید که در سیاست ریا جایز است، ریای منطقی به قول شما، یعنی فرقی بین سخن و عمل یا خود مکر سیاسی. آنگاه اصلی پاکیزگی دینی چی می شود اگر ریا جایز باشد؟ ببینید اگر حزب سیاسی کاملا از روی معیارهای دینی هم چنین تشکیلات دینی حرکت کند، آنگاه حرفای شما درست است، اما حزب سیاسی از روی معیارها و قاعده‌های حزب سیاسی عمل میکند. البته من نمیدونم حالا این صحبتی که شما کرده در کجا گفتم، من به هیچ وجه جانبدار دروغ، فریب و نظر فریبی و ریا در سیاست نیستم، اما خود سیاست تقاضا میکند که انسان یا سیاستمدار یا حزب گاه به خاطر منافع سیاسیش، گاه به خاطر مرونت یا به اصطلاح فلکسیبیلیتی نشان دادن از بعض، نه اینکه از ارزش ها، از بعضی موقع های خود گذشت کند یا عقب نشینی کند یا آن را تغییر بدهد. من فکر میکنم که این گذشت کردن و مرونت نشان دادن از خود هیچگاه به معنای ریا، به معنای حیله یا مکر شرعی نیست. و برخی از کاربران در اینترنت اشاره میکنند که شما همیشه مثلا حاکمیت تاجیکستان را اولادی مینامید، اما از حاکمیت اولادی مثلا در عربستان سعودی یا تئوکراتی در ایران چنین انتقاد را نمیکنید و آیا پایمال شدن حقوق انسان در این سه کشور همسان است به نظر شما که بعضی از خویشاوندان شما هم حتی در وظیفه‌های حل کننده حزب را هم در دست دارند؟ بله، ببینید یک مسئله را از هم جدا کنیم. اولش این که بنده کاملا مخالف همه گونه دیکتاتور هستم، چی از نام دین این دیکتاتور باشد چی از نام دنیویت. برای مثال شما از عربستان سعودی مثال آوردید، من کاملا مخالف اون نظام دولتداری هستم که در این کشورها هست. البته من ضد منارخیا یا حکومت پادشاهی نیستم، اونو خانواده‌ها میتونن که حکومت پادشاهی داشته باشن مثل که در بریتانیا هست، در کشورهای دیگری اروپایی هست، اما منارخیا یا حکومت پادشاهی به معنای دیکتاتور نیست و اونا می توانستند که از یک حکومت دموکراتی با داشتن نظام نیم شاهی یا شاهی استفاده کنند. برای مثال در مراکو یا مغرب در اونجا پادشاه هست ولی در اونجا باز دموکراتی هست، انتخابات هست، احزاب هست و سروزیر و طوری مستقیم از طریق انتخابات انتخاب بشه. پاسخ شما به این ایراد که مثلا خویشاوندان شما در وظیفه‌های مهم حزب هستند چی هست؟ ببینید من به یک قسمت سوال شما حتما میرسم و در عموم اون قسمت اول سوال من مخالف همه گونه دیکتاتور هستم، چه از نام دین باشد چه از نام دنیویت. اما با سوال شما که خویشاوندان ما در حزب هستند، ببینید وقتی که من رهبر حزب انتخاب شدم در سال 2006، برادری بزرگ من که استاد من هم هست رئیس شعبه حزب در پایتخت در شهر دوشنبه بودم. اولین کاری که من کردم آمدم با برادرم صحبت کردم، گفتم بیا خودت یک زینه پایینتر بیرو و او را از مسئولیت حزبی در شهر که بعد از رئیس حزب شاید که در پایتخت رئیس شعبه بودن دیگه مقام باشد، او را پایین آوردم و دیگر خویشاوندان خودم که در حزب تا آمدن من به حزب کار میکردن از اون جمله خواهرم تا امروز که من در مقام اولی حزب هستم یگان مقام یگان منصبی بالاتر نگرفتم. خواهرم 15 سال شد که در همون مقام کارمند شعبه جوانان حزب بود هست. اینا پیش از من به حزب آمده بودن و بعد از اون که من رئیس حزب شدم یگان نفر از خانواده من یگان مسئولیت حزبی نگرفته است و یک ذره هم از مقام اولش بالا نرفته است بلکه پایینتر رفته است. چگونه اون منقدان یا کارشناسان ما را متهم به آن میکنند که ما حزب را هم مثل حکومت رحمانوف خانوادگی کردیم، در صورتی که رحمانوف بعد از اون که به سر قدرت آمد
خودش تنها بود و تمام خانوادهش رو بعد آورد. به هر ترتیب اگر شما و طرفدارانتون در انتخابات امسال شرکت میکردید، کدام مسئله در صدر معرکه شما قرار میافت یا شعارتون می بود؟ ببینید حال طبیعی است که ما شرکت نداریم، اما اگر شرکت میکردیم مثل سالهای پیشینه شعار اصلی ما دادن آزادی به مردم است. من به این نتیجه رسیدم که در تاجیکستان ما که کندنی های فایده‌ناکی زیاد ندارد، نفت و گاز ندارد، اون شعاری که اول اقتصاد بعد دموکراسی یا آزادی به درد نمیخورد. در تاجیکستان ما مثل گرجستان، مثل کشورهایی که نفت و گاز ندارند، اول آزادی، اول دموکراسی، بعد از آن بهبودی اقتصادی و اجتماعی هم خواهد اومد. یعنی شعار ما اولین اقدام این دادن آزادی به مردم است. تشکر برای صحبت. سلامت باشید. خدا نگهدار.